یکی از نکات مدیریتی اساسی در سالن‌های پرورش پولت استفاده از شدت نور کافی در سالن و یک نواختی پخش نور در سالن پرورش است. در این سالن پرورش که مشاهده می‌کنید شدت نور اندازه‌گیری شده حدود 7 لوکس هست که یه مقدار بیشتر از حد استاندارد کافی هست که نباید بیشتر از 5 لوکس باشه و این نور رو ما با لوکس متر اندازه‌گیری کردیم. ولی چیز خیلی خوبی که توی سالن رعایت شده یک نواختی پخش نور هست. همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نور به طور یک نواخت در سالن توزیع شده و باعث شده که رشد یک نواختی رو این پولت در دوره پرورش داشته باشه. همچنین امکانات آبخوری و دانخوری این سالن به اندازه کافی فراهم است و تراکم جوجه ریزی در سالن بسیار عالی است. حدود 19 قطعه در هر متر مربع با این امکانات جوجه ریزی شده و رشد خوبی رو تا امروز که 88 روز از دوره این پولت میگذره داشته و طبق میانگین وزنی که اندازه گیری شد میانگین وزن این پولت 940 گرم در 88 روزگی است که یک وزن قابل قبولی برای ما هست.